این قبرهای فرو رفته در قبرستان نیسوار جایگیر است. بعدی بوریشات‌های چند روزی هفته گذشته اکثریت قبرهای این قبرستان به همین حالت آمده رسیده است. قبرهای فرو رفته کی تعمیر میشوند؟ آیا صاحبانشان از این حالت خبر دارند؟ بیش از 40 عدد قبرهای آرامگاه نیسوار واقع در محله سبزار شهر خوجند فرو رفتند. سبب بارشات پی در پی هفته روان می باشد. نظارتچی آرامگاه احسان مظفرов میگوید صاحبان اکثر قبرهای فرو رفته تا حال از این حالت خبر ندارند. بعد باران تنها 2 یا 3 نفر به خبرگیری قبرها آمدند و خلاص. خونشون برویم یا رسیبه میگن یا امپیرها هستند مسویدا هستند همون میریم گفتن اومدن ما اجازت گرفته و خبرهای با خاک پر کردیم چونکه لای بود قبر بمب گوییم گفتن که حال این بکنداش نمیشه سرطان به موک شده با ادک خودش باید میکنیم گفتن. صدرالدین عارفов ساکنی محله سبزار است. وی در همسایگی آرامگاه نیسوار استقامت میکند. میگوید که 5 اعضای عائله‌اش در همین آرامگاه دفن شدند. بعد بارشات به خبرگیری قبرهای نزدیکانش آمد. حالت خراب قبرهای فرو رفته او را نیز نگران نمود. میگوید که بعضی قبرهای فرو رفته حتی صاحب ندارد و چند سال باز در همین حالت قرار دارد. فقط همین عید نه دیگه وقت میام خبر گرفتنشون دکار. وقتی من زمستان ما بسیارتر خبر گرفتن که این فرو میرد شده میشد بچه‌ها میترسد آدم‌ها گران میدارن همینجوری فرزندانشون راه رفتن ممکن نه وقتی بارون که بارون شود اگر لیگ خبر گرفتی صدا که چیزی شد همینجی نگاه ببینیم که دیگه گورکوی خودش به ابو سوال دادن نشه که همین قبرستان ما چیزی شد گفته خودشون گفتنشون دکار قبرهای کوینه آدمای خبر نمیگرفتی که بسیار جدی هم بسیار قبرها چند وقت ایستاده است و دیگه اینجا قبر دفن نشدگی همین که دیگه طرفا رفتگی می ممکن قبرهای کشادگی ایستاده است و بی صاحبه و اینها خودشون دانشجوشون هر وقت نمرشه همون نمره خبر گرفتن که نمره من توش نمیگفته همشه هست میوینده. مسئولان آرامگاه نیسوار میگویند که قبرهای فرو رفته همش نو است. یعنی حالت خراب قبرها بعد بارشات‌های هفته روان ناگوار باقی ماند. هرچند در آرامگاه برای تویده نشدن آب باران نزدیک 10 عدد آبریز موجود است اما این دفعه آن هم کار نداد. حالا مسئولان آرامگاه الکی حالت خراب چندی از قبرهای فرو رفته را با کمک گربان و دیگر ساکنان محله برطرف کردند. پهلوی دیگری مسئله در آن است که به اکثریت قبرهای آرامگاه با مقصد نشانه گذاشتن یا خود سقانه‌های وزنین گذاشتند. این رفتار ساکنان هم باعث فرو رفتن قبرها شده است. اینها 250 تا خشکری میبادن و وزبین زیر میکنه. همون بینتون تحکورسی این سقانه‌ها از تخته ها نیستن. همه زیر خاک بماندگی وزبین شده. همین حرکت کرده که من این سبک کردن نکن. من نمیخوام سبک کنم. من نمیخوام چخیل نقص. انا میخوام کنن نکار یک نشانه برای عمده وکرم نیوره ها عمده یافته نتونسته گران نمیشه اما نویستگی این معلوم این یک نشانه سنگای بخواد مانده ایستاده مدت زیر کردن این گناه البته. گربانی آرامگاه جمعه‌بای قاسمov میگوید که برای خودداری کردن از گذاشتن سنگ‌های وزنین و سقانه‌های کلان چند مرتبه با ساکنان صحبت کردند اما همانا نتیجه ندارد. با وجود این هنگامی نظر انداختن در اکثریت قبرهای آرامگاه این گونه سقانه‌ها گذاشته شده است. وزن میانی آن 150 کیلو و کلانترش از 200 کیلو زیاد می باشد. با این گونه وزن هنگامی باریدن باران اکثریت قبرها تاب نآورده فرو رفتند. روز همین باران شد که همجا لازم شد میتشون همجا بعضی رو گرون گذاشتن همجا خیلی آدم غیرجا حال دیدن ایسا که گذرونده نمیتونن سنگا بلند اگر همینه یکوی لاجش بوده می سنگا میدتر میکردن خیلی جدا هم که پنفهمه خودشون با فایده بود مثل هم بینی من خیلی خبرشون می فرو رفته نمیبرم من تو حوض داره یکون چونده ابو ماما تلفن نکردن که خبرم فرو رفته است نگفتیم بازی من یک هفته اضافه شد این باران به هفته گذشته همون یه من هیچ که نه میبود خبر میگیرد. مسئولین آرامگاه‌ها در شهر خوجند از ساکنان دعوت به عمل می‌آورند که از قبرهای نزدیکان خود آگاه باشند و اگر امکان باشد ماهی یک مرتبه آن را تازه نگاه دارند تا از حالت‌های خراب و ناگوار پیشگیری کرده شود. یک سال ببین ایدو آیام نگن همین یک بار نیور همیشه بارانو میشد آفتای طبیعی مثال وای همین وقت اونجا یک خبر گیرن نقض میشد کجا
یک ما شدگیش نیست در اومدیم هم باران شده ما بعدی باران در اومده خبر میگیریم که این حالتش زیاد شدگی بنابر یگان جو آب توپ شدگی باشد اگر همون راهش میکشیم که جو های هم جو آب برود و قبر فرو نرود گفته مویا میبینیم چند قبر فرو رفتگی دلتون گنده میشد که همین انسانان ده فرزند داشتن یا یگان خواهر می دادر می یا اون کسی نیست می که اومده نگاه کند. Оромгоҳи Найсувор дар маҳаллаи Себзор ҷойгир аст. Пирони ин маҳал мегӯянд, ки он таърихи беш аз 300 сола дорад. Маҳз аз ин ҳисоб аксарияти қабрҳо кӯҳна аст ва ба таъмиру зуд хабаргирии соҳибонаш эҳтиёҷ дорад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Иттилоотии Хабар.